متاسفانه در تاجیکستان انتخابات به یک صحنه نمایشی تبدیل یافته است که وکیلان مجلس ملی و مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان از جانب پرزیدنت پیش از انتخابات تعیین کرده می شود و تعییناتی هستند، نه انتخاباتی، و گذراندن انتخابات برای رژیم کنونی تاجیکستان تنها رسمیگردانی غصب حاکمیت است. این پارلمانی که در تاجیکستان هست، آنها به خواهش یک عائله و یک خانواده و یک گروه به سر کار می آیند و تمام خواهش های این خانواده را در پارلمان اجرا می کنند. آنه که امسال در انتخابات پارلمانی تاجیکستان نامزدها یا احزاب مستقل یا حتی نیم مستقل هم وجود ندارند و حکومت آنها را راه نداد، و آنه که حتی ناظران سحر را هم که وظیفهشون در تمام دنیا نظارت انتخابات است، آنها را ثبت نام نکرد، و حتی رسانه‌های مستقل مثل آزادی را هم از پوشش خبری این روند محروم کرد. بیانگر چند نکته است. نکته اول این که حکومت جمهوری تاجیکستان به اوج دیکتاتوری خود رسیده است که حتی از کمترین انتقاد و از کمترین پوشش خبری مستقل درباره روند انتخابات و از وجود حتی نامزدها یا دپوتات‌های نیم مستقل در پارلمان هم خطر دارد. در اصل همه این یک ساخته‌کاری است، یک خاک پاشیدن برای چشم مردم است. نه یگان رقابت وجود دارد، نه یگان معرکه انتخاباتی. 90% اهالی تاجیکستان نمیدونند که در کشور چند حزب است، نمیدونند که راهبرای اونها کیا هستند. حرکت سیاسی گروه 24 این صحنه‌چه سیاسی را محکوم میکند. ما را انتخابات نمیشماریم، قبول نداریم. همچنین در طول زیاده از 30 سالی حکمرانی این رژیم یگان بار در کشور انتخاباتی شفاف و آزاد و دموکراتی نگذشته است. شهروندان حقوق دارند در اداره کارهای دولتی مستقیما یا توسط نمایندگان خود اشتراک نمایند. اما واقعیت چیست؟ حتی نامزدهای نیم مستقل ثبت نام نشده‌اند. چرا؟ زیرا نظام تنها به شخصان اطاعتکار فرمانبردار اجازت می‌دهد و تعیین می‌نماید. آنها کجا داوطلبان واقعی نیست؟ کجا مخالفان نیست؟ کجا انتخابات واقعی وجود ندارد؟ از سال 2005 تا سال 2015 بنده نیز خودم به حیث نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان شرکت کردم در حوزه رقم 41 و در این حوزه خب در سال 2010 پیروز هم شدم، ولی متاسفانه ما نتوانستیم از آوازهای خود دفاع کنیم و از سال 2015 نیز شرکت کردم، ولی الکی معلوم بود که تصمیم در بالا گرفته شده است و من بعد جزئی ترین رقابت رو هم اجازه نخواهند داد و از سال 2020 به این سو در تاجیکستان رنگ سابق شوروی دیگر انتخابات، واژه انتخابات دیگر همان معنی را نمیدهد که اون معنی در این واژه هست.